وقتی گوشه چادرش رفت کنار، سینه ها و رون گوشتی و توپلش رو از روی لباس دیدم و نمیتونستم چشم بردارم ازش. انقدر حشری شدم که همونجا تو ماشین. سلام به همه عزیزان، به کانال خودتون، کانال آتش خیانت، خیلی خوش اومدید. امیدوارم از شنیدن این داستان نهایت لذت ببرید. برای حفظ حریم شخصی دوستان از اسامی مستعار استفاده شده. اگه موافقید یه لایک بزنید و بریم سراغ ویدیو. اسم من رامینه، 32 سالمه تقریبا. توی شهر بعد از کلی کار تونستم واسه خودم یه ماشین بگیرم. من یه مغازه لباس فروشی دارم که خب اوایل خیلی سخت بود، اما کم کم هر چیزی که جلوتر رفتم بیشتر با چم و خم کار آشنا شدم و تونستم یکم اوضاع خودم و خانواده‌مو تغییر بدم. مادرم توی شهرستان تنها زندگی میکنه چون پدرم سالها پیش فوت کرد. منم چون هم میخواستم خرج مادرمو بدم هم دستم تو جیب خودم باشه، مجبور شدم برم سراغ بازار کار و درس و تحصیل رو رها کنم. معمولا واسه خرید جنس میرم جنوب کشور و از کیش و قشم بار میارم، اما ماهی یک بارم میرم ترکیه و از اونجا جنسمو تامین میکنم. خلاصه که اوضاع داشت خوب پیش میرفت. معمولا هفته 2 هفته یک بارم میرم شهرستان به دیدن مادرم. این دفعه که رفتم دیدنش 1-2 روز بیشتر موندم. روز آخر که میخواستم برگردم دیدم همسایه بغلیشم اومده بهش سر بزنه. یه خانم مسن، یکم احوال پرسی کردیم و گفتم میخوام برم شهر، که گفت اگه اشکالی نداره دختر منم امروز میخواد بره شهر، اگه زحمتی نیست شما با ماشینتون ببرینش. منم قبول کردم و از مادرم خداحافظی کردم و رفتم نشستم تو ماشین. یه چند دقیقه گذشت، در عقب ماشین باز شد. برگشتم نگاه کردم، یه دختر تقریباً 26-7 ساله با یه چادر مشکی خیلی آروم و خجالتی نشست تو ماشین و آهسته سلام کرد. تو همون نگاه اول دلم ضعف رفت واسش. درسته که چادر داشت، اما مشخص بود که اندام توپل و گوشتی داره که از زیر چادرم معلوم بود، به خصوص وقتی نشسته بود. راه افتادیم به سمت شهر و منم سر صحبت باهاش باز کردم که گفت معلم مهده و هفته 1 بار معمولا میره شهر تا خریدای لازم واسه مهد انجام بده. از حرفاش متوجه شدم که مجردم هست. نزدیکای شهر که شدیم گفت یه ایستگاه اتوبوس نگه دارین، من همونجا با اتوبوس میرم خریدامو انجام میدم. گفتم خواهش میکنم، پس من اینجا چیکارم؟ مگه من میذارم؟ خودم همراهش رفتم و تا توی خرید کمکش کنم. یه مقدار لوازم تحریر و اینجور چیزا میخواست بگیره. خریدمون تقریبا 2-3 ساعتی طول کشید. در حین خریدم بیشتر باهاش حرف میزدم و یکم باهاش صمیمیتر شده بودم و متوجه شدم اسمش مریمه. توی پرانتزم بهتون بگم اگه میخواید با کسی صمیمیتر بشید و یخ بینتون آب بشه، خرید خیلی جوابه. خلاصه خریدمون که تمام شد گفتم من خیلی گرسنمه، بریم یه نهار بخوریم. من اینجا یه رستوران خوب سراغ دارم. اولش یکم تعارف کرد ولی بعد قبول کرد. نهار رو که خوردیم یه ماشین واسش گرفتم و کمکش کردم بره شهرستان. همونجا بعد نهارم بهش پیشنهاد دادم که من هر هفته میام دیدن مادرم، پس اگه موافقین مثل امروز با هم بیایم شهر واسه خرید. اونم قبول کرد و منم شمارش ازش گرفتم تا بتونم باش هماهنگ کنم. بعد از اون هفته دیگه مرتب میرفتم شهرستان و با هم برمیگشتیم شهر. دیگه رابطمون خیلی خوب شده بود. با اسم کوچیک همو صدا می‌کردیم. حتی یه روز وقتی داشتیم میومدیم سمت شهر توی ماشین چادرشو در آورد و منم محو اندام توپرش شده بودم. با خنده گفت کجا رو نگاه میکنی؟ گفتم مریم عجب هیکل خوش اندام و خوش فرمی داری، باشگاه میری؟ گفت قبلا میرفتم الان دیگه نه. مگه اندامم چطوره؟ گفتم عالیه، انگار خدا 2-3 تا جنیفر لوپز رو با هم دیگه میکس کرده و تو رو ساخته. آخه واقعا باسن توپر و گوشتی داشت. اونم خندید و گفت مرسی. با خودم گفتم هر جور شده باید مریم رو راضی کنم شب پیشم بمونه. رفتیم خرید کردیم و بعدش هم رفتیم نهار بخوریم. وقتی مریم میخواست برگرده به سمت شهرستان خودمو زدم به مریضی که دل دردم و باید استراحت کنم. اونم که میدید من حالم خوب نیست توی این شرایط تنهام نمیذاشت و گفت بریم دکتر. گفتم نه، بریم خونه یکم استراحت کنم، یه دارو دارم بخورم خوب میشم. خلاصه رفتیم خونه و منم وقتی رسیدیم رفتم روی تخت استراحت کردم تا یکم طبیعی تر جلوه کنه. یه چند ساعتی که خوابیدم واسه شام بلند شدم و بهش گفتم تو چرا هنوز با مانتویی؟ پاشو لباساتو عوض کن راحت باش. اولش یکم خجالت میکشید ولی وقتی مانتوشو در آورد دیگه من عقلمو از دست داده بودم. یه تاب قرمز که روی اون پوست سفیدش به شکل عجیبی خودنمایی میکرد. سینه‌های بزرگش که قشنگ مشخص بود. همونجا بغلش کردم و چسبوندمش به دیوار. خندید و گفت
چیکار میکنی؟ مگه تو مریض نبودی؟ گفتم بودم عزیزم، تو رو که دیدم شفا گرفتم. خندید و گفت از دست تو. شروع کردم به بوسیدن لباش. طعم بی‌نظیری داشت. گردنشو غرق بوسه کردم. اونم داشت تون تون نفس میکشید. مشخص بود حالش خراب شده. بردمش تو اتاق و انداختمش رو تخت. فقط برگشت نگاهی بهم کرد و گفت رامین جان، من دخترم ها، حواست باشه. گفتم چشم، تو جون بخوا. صندوق عقب که همیشه هست. عشق بازی که باش کردم بی‌نظیر بود. شب پیش من موند و تا صبح با هم لذت بردیم. صبح اول وقتم یه ماشین واسش گرفتم و فرستادمش بره شهرستان. بعد از اون شب دیگه هر وقت می اومدیم شهر، اول میرفتیم خونه عشق بازیمون رو میکردیم، بعد میرفتیم خرید. الانم که دارم اینو براتون مینویسم همچنان با مریم هستم و اون بهترین رفیقمه. خب عزیزان، امیدوارم از شنیدن این داستان لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم نظراتتون رو با تو کامنت ها اعلام کنید. اگر هم دوست دارید داستاناتون رو به اشتراک بذارید، میتونید از آیدی داخل دیسکریپشن استفاده کنید. موفق و پیروز باشید.